تا ما خود بشناسیم. او قومی که خودش نشناخت، او قومی که خودش نتانست بشناسه، او به هیچ جایی نمیرسه و از او هیچ کسی هم توقع نداره. از این خاطر است که اقبال اولین بخش کتابش به اسرار خودی آغاز میکنه. خودی یعنی تاجیک باید به خود بیاید، تاجیک باید خود بفهمد که تاجیک کیست. تاجیک از نسل سلمان فارس است، تاجیک از نسل امام اعظم است، تاجیک از نسل امام بخاری است، تاجیک از نسل ابو مسلم خراسانی است، تاجیک از نسل ابو علی سینای بلخی است. تاجیک از او جمله مردمی است که در جهان بشریت قومی است که با علم و دانش و با فرهنگ است. این ارزش تاجیک باید به تاجیکی ها بشناسند. یک چیزی که من تا به حال در کتاب ندیدم، از دهن یک عالم بسیار بزرگواری را شنیدم، ایست تاجیک چرا تاجیک میگه؟ تاجیک چرا تاجیک گفته میشود؟ به خاطر از این میگه که خطی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عربستان در خراسان روان میکنه، در او زمان کسی که پادشاه خراسان است از نسل تاجیک، همون خطی که حضرت رسول اکرم روان میکنه او را که از تاج جور میکنه و بر سر خود میمانه. این نشان تاجیک است، این افتخار تاجیک است. هزارها محدث، هزارها مفسر، هزارها فقیه، هزارها مورخ این تاجیک دارد. باید به تاجیک بشناسانیم که تاجیک کی بوده و چگونه بوده. تاجیک تا قومی بی سر و پا و گمنام نبوده. تاجیک امروز هیچ قومی، هیچ ملتی نمیتواند به همراه تاجیک سیالی بکنه. حتی عرب که قرآن به لسان عربی نازل شده، مردم عرب هم نمیتواند و میر به افتخار حتی به چیلنج میگوید. هر کسی در مقابل من میآید، من حاضر هستم دفاع بکنم از هویت تاجیک، که تاجیک چگونه قوم بود و چه رقم مردم بود. اگر عباسی ها به قدرت رسیده برکت یک تاجیک بوده. باید ابو مسلم خراسانی را هیچ فرد تاجیک فراموش نکنه. اگر امروز از آثار حضرت رسول اکرم صحبت میشه، او را یک تاجیک کرده. امام بخاری تاجیک است، بر دزبه نام جدش است با نام زاری و کشکار. اگر امروز فقه حضرت رسول اکرم، سیرت حضرت رسول اکرم در جهان پخش شده، او را یک تاجیک کرده.